ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه روزی 26 می وارد ازبکستان شد. این سومین سفر دو روزه پوتین به یک کشور خارجی پس از سوگند یاد کردنش به حیث پرزیدنت روسیه است. او روز 7 می بار پنجم پرزیدنت روسیه شد. برخی کارشناسان این سفر را عنعنوی می‌دانند. این اولین کشور در آسیای مرکزی است که پوتین پس از سوگند یاد کردنش سفر میکند. اما در این گپی مهم نیست، چون که ازبکستان رشد میکند و در عموم نه تنها روسیه بلکه دولت‌های دیگری جهان به این کشور توجه میکنند. ازبکستان برای مسکو خیلی مهم است و در قالب نوی میخواهد همکاریش را ادامه دهد که آن پس از حمله روسیه به اوکراین شکل گرفته است. پوتین را کشورهای غربی برای حمله‌اش به اوکراین تحریم کردند. یک دادگاه سازمان ملل متحد نیز قرار بازداشت او را صادر کرده است که سفر او را به برخی کشورها زیر سوال برده است. پوتین می‌خواهد به تمام دنیا نشان دهد که او یک کم خو نشده است، طرفداران نیز دارد و آدمای رهبرای کشورهای منطقه نیز هستند که با او سلام علیک میکنند. پوتین با شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان موضوع همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری از جمله ساختن نیروگاه اتمی در این کشور را بحث کردند. سازش اتمی که بین دو کشور بررسی میشد به نظرم هنوزم حل فصل خودش را پیدا نکرده است. طرف‌ها چیز نگفتند، شایدم این اسناد امضا شود، همکاری شود، ولی روشنفکران ازبک از عملهای روسیه خیلی نگران هستند. نمیخوان با روسیه تاشکند ازبکستان نزدیک باشد، چون یک کشوری که به کشور همسایه حمله کرده است و کشورهای غرب هر گونه تماس با روسیه را انتقاد میکنند و از این روشنفکرهای ازبک خیلی نگران هستند. نمیخوان که تاثیر روسیه در ازبکستان زیاد باشد. روسیه ازبکستان را که بیش از 35 میلیون اهالی دارد و پرجمعیت ترین کشور آسیای مرکزی است، شریک استراتژی می‌داند.